درود به همگان. دیجی رمم با یه ویدیوی جدید دیگه. ببینیم نمیدونم به نظرتون امروزم اون مود عجیب غریبه رو برم یا مود رو عوض کنم. حس میکنم مود اسکلتی خیلی جذابه، سخته، قشنگ، چون با دک خودم نیست. تا موقعی که این مود باشه ترجیح میدم با این مود بازی کنم. حس و حالم نسبت بهش خوبه. دکلم تازه یه دک خوب پیدا کردم. بریم ببینیم میتونیم نتیجه بگیریم باش یا نه. اگه تونستیم ببخشید گوشو مکم دستم خورد نیست. چقدر سریع شروع شد. خب این از این ویچ انداخت، ما هم همون کار رو میکنیم. همه چیز رو تلکون بگیر. یه خوب استفاده کنه این ویزاردمون رو. خیلی خسارت بدجوری باید. بندازیم تو گروه رو ریست شه. الان اوضاع بیرید شد بسش. حالا وقتی اینه که دارک پرنس همون رو بیرون کنیم. ببینیم چی کار میکنیم. میتونه کاری انجام بده. پرنس هیچ کنه که با مرد. بازی رو میبینید همه پککه هم بازی رو داره واسش در میاره. اینه که کاش بازی رو براش در آورد، کاری که نیروهای من برام نکردن. یعنی اون دارک پرنس برای من این کار رو انجام نداد. کاری که نیروهای اون براش میکنن و دارک پرنس برای من نمیتونه. اصلا نزدیک بازم خبرش رو نگرفتیم. ایزاد احمق رو همه چیز ضربه زد جز کاری که باید انجام میداد. همه گوها رو خورد جز اون گوهی که باید میخورد. این هیچ میتونه کاری برام بکنم. چرا نمیزنن به تاور؟ هیچ کدومشون نمیزنن آخه. تنل نشا. عجب هیچ کدومشون به تاور نزدن اونجا. چه گوهی داشتیم میخوردیم بس. اون همه نیرو من حتی قدرت هیرو رو فعال کردم. اون اسبه من چه گوهی داشت میخورد. وایساده بود در دیوار داشت نگاه می‌کرد. اسب میره ضربه میزنه به تاور. همون کارو نمی‌کرد. این اسب وقتی اون دکمه فعال سازی رو میزنه که هیروش فعال بشه، از اسب پیاده میشه، اسب میره سراغ تاور. خب نمیرفت. ولی خب به هر حال اون دست رو بردیم، رفتیم سراغ دست بعدی. حسابمون خود شد. همینم کافی بود تا یکم اعصاب بودی برامون به احمقان. به نظر میرسه که حالت عادی قوی تر بود تا هیروش. حالت عادی شاید اگه هیروش رو فعال نکنم انگار ضعیف تره.
اگه مطمئن بشم ضعیفتره یه چند بار بازی میکنم. اگه مطمئن بشم ضعیفتره قطعا چنجش خواهم کرد. با مثلا یه نیرویی که بهتر میتونه خیلی هم ضعیفتر نفت اینجا پس چیز برمید یه ذره چیز نیومد. چقدر دیر اومد. رو دادیم تموم شد. بازی تموم شد. هی این ور کرد گاید ما رو. اونایی که این ور میکنن من این جلوشون کم میدونم نمیدونم باید چیکار کنم با و همین بازی رو میدم میره. مشکلم جلوی کسانی که این ور میکنن اینه نمیتونم. دمش کرد. من ضعف خیلی بزرگ دارم جلو اونایی که هی این ور میکنن. بعد بوم زد خودشو گایید. یکم ازش جلوتریم ولی معلوم نیست میتونیم از این جلوتر بودن استفاده درستی بکنیم. میبریم. یه ذره زودتر میومدی پایین این اتفاق نمیفت. خب بردیم. خیلی سنگین دفاع کرد خارج گاهیدم. شل کن دیگه نفسی که عقبی شل کن. ناراحتم شد تو خطا کردی. خسارش که جلو بودم. خیلی باحال. یکی از دوستان میگه از این مدل‌ها برو که توش فشار زیاده. دیگه میگه
بعد از اون مدلایی بری که توش فشار میخوری، اونو بیشتر لذت میبری. خودتون هم سکته کنم اسکول. باید دمت گرم که حداقل نظرت رو باشی. کاری نداریم نظرت خیلی کیری بود، این بزنیمش. اون ور حامله شد، انقدر تمرکز کردی به این ور، اون ورت گایله شد. حالا این ور تو نگه دار، بکن این ور حامله نشید، خوب نگه داشتی. این ور خوب دفاع کرد. این ور حامله، تاورت حامله شد، حقت هم هست، باید حامله می شد. یعنی اگه این نزنه بود خوش خواهر اومدن میکشنم این با کیریه کسافه. اوه چی جوری اینجا گرفت یه گو تابه رو به فنا داد. یه لحظه حواسم پرت شد، حواسم به این رفت که اونا رو بکشم. چی کار کردم من بازی رو؟ مولرش کار دستم اصلا شوالیه تاریکه هیچ کاری نتونست بکنه. یه بار تونستم بازی کنم چون اصلا بازی جوری نبود که بتونه گرفتیم شانس رو. آرکی بایدم داره همجوری تابر خسارت میزن، بزنش دیگه با کی دیگه احمد. آها به تابر داره خسارت میزنه. ویل کرد احمق. عقبیم ثانیه قشنگ عقبیم.
بردیم. انجل استرسی وارد شد. خب واو چی انداخت؟ آها این ور تو بزن. گلابی تاور رفت پوسکش گرفته اون ور. ای خارتون رو گاییدم. عجب تاور خریه. میگه اونی که با اون نریده بود اصغر کون دریده بود همینه ها. بزن دیگه تاب من کیریه ها نمیزنه اصلا. باید میزن در دیوار نگاه میکنه. آخ این هم تابرمون حامله میکنه. الکسیر ندارم اصلا دفاع کنم. خب اون برم اون الکسیر ظاهرا نداره دفاع کنه. اون برو چرا داشت؟ آخرش با یه بمب خار همه رو گایید. باید دفاع کنم چون خیلی بزرگه. رو سرویس کرد رسون. کی این ور رو گرفت اصلا نفهمیدم تا برای این ور اون کی گرفت. لعنتی داشتم میبردم و یک ثانیه کار داشتم. اون میرسی تموم بود. قدرت سایکل اصلا کیری شده که
گرفت تاور. بیا پایین. قد طول میده بکنم. من فکر کنم رو گرفتم رو کابه. اوه ده این داره گرفتیم. چه وای چه اینم رفته بالا. اینو تازه بود. این دیگه که داده چه باز نمیشه. چه استخون نداری؟ توی دکمونم اینو شد لول 2. این تا الان والکری استفاده نکرده بودم. من سری که والکری استفاده کردم نمیدونم این به درتون میخورد یا نه. دارم فکر میکنم جای این چی میشد گذاشت. چه 4 اکسیره هر چی بخوام بذاری باید چیزی بذاری که اسپلش داشته باشه. شاید بد نباشه ولی ترجیح میدم یه هیرو روش بزن. مثلا بالون هیرو جواب نمیده. شاید هم بده مثلا نمیم بالون هیرو چجوریه. مثلا یه دست نمی بالون هیرو کنم ببینم بالون هیرو چجوری جواب میده. بچه هم ببینیم همه ببینیم بعد نیست. مثلا نمیدونم چیه چجوری جواب میده. فکر کنم اولین بار دارم کلن بالون استفاده همیشه دابل پرس استفاده کنم. یه دوره با یه یوزر دیگه از گولم استفاده کنم. چیکار کردم چیزو شدم نفهمیدم چیکار کرد. این بسکتبالیست اومده. اینجوری حالا اونو بزن. ازش برسه. تماشش کرد کرد اونو بالون هر چی باشه. کاش میده. کسخوری هم بایسته از اسکلتی یه چیز بسرات بقیه گیچ میندازن نصف دنیا رو حریف ما هم گیچ میندازیم. از کسخوری میدیم.
هم دیگه. ای بابا چه بالون اصلا نمیرسه این بالون ها. این طوفان از کجا اومده؟ آبارو گرفت تموم شد. با بالون هم بد نیست. فکر کنم بالون منطقی تر باشه. بالون سایکلش کنم. اوکی این دسته با بالون میرم. فردا احتمالاً با بالون بازی کنیم. ببینیم به کجا میرسه. استخون داد؟ نه من فکرم استخون داد. اوکی تا روز